مارچ مگه چه مایکسی یلا ها؟ مارچ مگه چه مایکسی؟ یه برج سه مارچی بابا میشه برج سه برج سه میشه من میگم قبولی بودم میگم انگلیسی خوبه این ترکی انگلیسی نیست باش سلام کن سلام گله بلند شد یخچه بلند شد بازار داریم میریم بازار قدیمی دسفول بهش میگم بازار کهنه بازار کهنه. البته اینطوری که نه الان مانتو میپوشم من الان مانتو میپوشم و گفتم کفش بپوشم راحت داره زفت میشه فکر نکنید دعواستا ما کردا کلا زیاد بلند حرف میزنم. سارا بیا سلام کن سلام. یکم تعدادمون زیاده. خلاصه که بدیم که بدیم. این چیه؟ داره ولاگ میگیره برای توی یوتیوبش. ماما بابا ما تو مویی؟ تو مویی؟ تو منی؟ اینو میذارم ها. خواستم فقط بگم. اینم مامان بود. آیدا هم تو دستشوییه. نش پرای پاچی برات بنز بیاریم؟ خیلی پره. چه رفته اونجا ایستاده؟ نمیتونم. آیدا چرا نمیاد؟ بریم اسنپمون اومد بریم. خیلی سوالی که چرا اینقدر راه طولانی بود چون ما دسفول یعنی ما که نه ما بزرگم دسفول زندگی نمی‌کنن ما اندیمشکیم سرمه زدی؟ آره او مای گاد نزدیک 30 کیلومتر 30 کیلومتر آره نه کمتر 10 کیلومتر نه بابا 15 کم نزدیک 15 کیلومتر دوره دسفول از برو عقب دوره و برای همین خیلی توی راه بودیم و خیلی طول کشید تقریبا تا برسیم برای یه شهری کوچیک اینطوری بریم بازار بریم جاسورمیه مسی بخرم الان چوبیه نه اگه بخوای خب بیاین دیگه اینا ها بیاین بریم خب این بره این یکی آخریه برای مای تاور روی میخوام خب بیا حالا سیخ هم داره میخوام همین بچه هاش اینجا خود دیگه فروش نه مای تاور روی میخوام خب برام پیدا کن بلد ندارم با خدا ندارم بیا آقا ندارم من دستور دنیا آمدم برو خودم 20000 تومن به دلم درد کنم ندارم آقا 120 نکشی سر 19 که من دستور دنیا آمدم قیافم اینجایی نیست کاری به این چیزا من ندارم نگرفته تخفیف 1991 ها؟ به خدا دستور دنیا آمدم تخفیف میده
نه زیاد میگم نه کم میگم که حاصله شکلتونه ندارم. میگم 130 تومن. شما چه میدونید؟ فوقش 2 تا سوال میکنید. بیشتر هم نیست. قیمتشه. این بردن از هم فکر میکنه جنسا موندن سر جاشون. باید روز به روز ساعت به ساعت اومدم گرم سوغاتی بخرم کار دست دستفول زیر دست هم زیرشون نگاه میکنم همه میدین ترکیه. ترکیه آره. اومدم سوغاتی بخرم ببرم ترکیه از اینا همه بده. میدین ترکیه. سینیشو ببر. اینا خودشون اونجا زندگی میکنن. نور علانه خوش به حالت. ایران هم اشتباه کردی امیه. امیه چه کنی؟ یا وزیتی گر یا چی گر دعوتنامه سیام فرست به میام موچور. میفرستم. آیدا گرفتی؟ آره یه لحظه. جاسو دیگه چیه؟ اینطوری پیچیه و ازش نمیریزه. برکی چشم عینک تو بزن بالا. خیلی خفن شده. زدم نمادین سرمه نشون زدم نمادین نشون. ولی الان جا سرمه این چوبیه. نه اینا هم سوغاتی. اون درارم نشون میدادی خود. اون یه خونه خیلی قدیمیه. در کوچه پیکار. چی؟ کوچه پیکار خیلی قدیمیه. خونه یه روز ماجر نگاه کن. الان دیگه من اینا هم سوغاتی خریدم برای مامان دوستم. مثل کار دسته. دیگه همینجا شلوار کردی. ما هم کلی چیز خریدی. بچه خیلی همه چی ارزونه. فکرم خیلی گرون بود. آره ولی فقط مثای من گرون بود. بازم قیمت مناسب. یعنی تو استانبول چرا میتونی بگی؟ نمیدونم. 400-500 لیره پولش تو بازار بود. بیشتر. بده خریدم. خریده بود تمام کلیان خریدم. سیام هستن. خریدم کردی و اسنپ چرا نمیگیری؟ چه فرق داره؟ بابا خواهد تاکسی گرونتره. حالا هرچی خریدم تمام شد داریم برمیگردیم خونه. بسخواه گرمه بزنم این دیگه. آیده چطور بود؟ خیلی خوب بود. خیلی خوش گذشت. من کلی خرید کردم. هرچی خواستیم پیدا کردم. خلاصه همین دیگه. فردا هم داریم میریم عروسی. یی عروسی داریم و کلی ویدیو. عروسی کرد. عروسی کرد خیلی خفنی. شاد بعد جداشون کنم. خلاصه همین دیگه. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشیم. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.